باری دیگر درود میگم به اونهایی که همین لحظه ها با ما پیوستند به سامانه رادیو آزادی در یوتیوب و آزادی ویدیو که پیوسته ما از این کانال برای شما خبر و گزارش‌های تازه را میرسونیم و بازم شعله گلخوجه هستم در خدمت شما قرار دارم. حالا ساعت با وقت ما 9:57 است و در دوشنبه 3:01 و البته 3 ساعت پیش من برای شما خبرهای تازه را گفتم و تو این لحظه باز چند خبری دیگر هم به دست ما رسید و من این لحظه میخوام به سمع شما برسونم. از جمله در باره آزادی بعد تقریبا 4 سال شورت قدرت وکیل شناخته تاجیک پس از پایان مهلت جزا از محبس رها شد. شورت قدرت و جمله وکیلان دفاعی است که در قضیه‌های پرسر و صدا به مثل قضیه زید سعید، وزیر سابق صنعت یعقوب سلیموف، وزیر سابق امور داخلی جورابک اوخونوف، رئیس شرکت ساختمانی ماورانهر و باز از حقوق چندین دیگر در دادگاه حمایت کرده است. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و از جمله پارلمان اروپا هم قبل از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که شورت قدرت را از زندان آزاد کنند. همکاران ما به منزل زیست شورت قدرت رفتند و تا شروع خبری اگر تفصیلات بیشتر دسترسی ما شد در برنامه حتما با نوارهای تازه پیشنهاد شما بیننده عزیز خواهیم کرد. نوبت پایی برای خریدن سیم کارت. خبری از 1 سپتامبر 250 سوم شدن نرخ یک سیم کارت در تاجیکستان ده نفر را پشت در شرکت‌های موبیلی در منطقه‌های مختلف تاجیکستان جمع آورده است. کاربران رادیو آزادی در اختیار ما نوارهایی را گذاشتند که نشان میده چگونه در نواحی گوناگون نوبتی طولانی مردم برای خریدن سیم کارت یا به نام کسی دیگر ثبت کردن آن تشکیل شده است. از جمله در شهر دوشنبه نیز همین گونه حالت به مشاهده میرسد. یک گزارش برنامه امروزه ما محض وابسته به همین موضوع است. خانه را به دانشجو دختران اجاره میدیم. امسال اجاره دهنده ها برتری را اکثرا به دختران و زنان میدادند. نرخ اجاره هم سال روان 20% بالا رفته. این هم در حالی است که همگی یک هفته بعد سال نوی تحصیل آغاز می‌یابد و اکثر دانشجویان به خانه‌های اجاره نیاز دارند. همکاران ما که این موضوع را تحقیق نمودند میگویند این شب روز صدها دانشجویان در جستجوی منزل‌های نسبتاً ارزان‌تر هستند. خود آنها درباره بالاروی نرخ خانه‌های اجاره چی میگویند و چرا اجاره دهنده‌ها بیشتر به دختران دانشجو ترجیح میدهند؟ در برنامه خبری همراه با شما تماشا میکنیم. کانسلر آلمان انگلا مرکل از گرجستان دیدن کرده است. او گفته است که شروع از سال گذشته شهروندان گرجستان که در آرزوی پناهندگی در آلمان میباشند افزایش یافته است. از این خاطر باید این کشور جنوبی قفقاز در قطار ممالک با امنیت جایگیر شود تا اینکه شهروندانش با آسانی صاحب مقام پناهنده در آلمان نگردند. مقامات گرجستان در صحبت با انگلا مرکل به چی اشاره نموده است کمی دیرتر خواهیم گفت. در روسیه باشد یک تانک شوروی چاپ شده است. در ضمن تانک T-34 یکی از مشهورترین سلاح‌های ارتش شوروی و رمز پیروزی در جنگ دوم جهانی می باشد. در دوشنبه باشد بهترین صاحب کارزن را در حوزه آزمون فرح 2018 اعلام کردند. این دفعه پیروزی نصیب کشاورز از ناحیه یاوان شده است که همساله از 150 هکتار زمین‌هایش تا 250 تن پخته و مقدار زیادی حاصل سبزیجات را جمع آوری می‌کند. گفته شد که درآمد این کشاورزان تاجیک همساله میلیون‌ها سومانی را تشکیل داده است. دستاندرکاران آزمون فرح که در 2 سال یک مرتبه برگزار می‌شود به صاحب کارزنی بهترین برای پیروزی 100,000 سومانی جایزه سپردند. خوب بیننده عزیز این نهایت کار نیست چون روزنامه شروع شده است. خبرهای بیشتر از این هم داریم و تا 3 ساعت دیگر در برنامه خبری حتما به شما خواهیم گفت. گزارش رو پیشنهاد شما میکنیم. شما میدونید که برنامه خبری ما در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی پیشنهاد شما میشود در یوتیوب که اونجا ما کاربران خیلی زیاد داریم. از زمره شما بیننده عزیز و تشکر میگیم که پیوسته در برنامه هم رو همراهی میکنید. همزمان در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org شما میتونید ما رو تماشا کنید و در این برابر خبرهای تازه رو از تاجیکستان و جهان پیدا کرده بخوانید و اگر خواستید میتونید به شبکه‌های اجتماعی بروید نظیر ادنکلاسنیک، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی. قریب در همه آنها ما صفحه های ویژه خود را داریم و پیوسته در اونجا نیز مطالب رادیو آزادی گذاشته می شود. خب اگر سوالی دارید و میخواهید در رابطه با یگان خبری به ما مراجعه کنید پس رقم ایمو، واتساپ و وایبر ما طوری گفتم در سامانه ما
www.ozodi.org гузошта шудааст ва агар наворе ва ё аксе доштед ва мехоҳед мо онро чоп кунем ба ҳамин нишонӣ ба мо бифиристед ва мо ҳатман онро дунбол хоҳем кард. Ташаккур барои ҳамроҳӣ ва баъд аз 3 соати дигар дар пахши мустақими барномаи хабарӣ бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон шуморо мунтазир мешавем.